سلام، من سهراب هستم و امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری میشه موشک که اوریگامی درست کنید. موشک فکر کنید اگه پرت میکنی اینجا فکر کنید موشک، شما که موشک رو گشتین یا چیزی، موشک که خیلی سخته درست کردن، ولی یه موشک خیلی آسونه. ببینید این فکر این که بی کلاسه، ولی اگه شما تازه کاری این بهترینه و میتونید اینجوری بذارینش، ببرین به جعبه کادو یا کارت تبریک، این شکلی بچسبونینش و اینجوری به این صورت. و اینم که موشک. خب اگه میخواین این مدل موشک رو درست کنید، یک کاغذ چاگوش یا مربع میخواین، هر اندازه دلتون خواست و گوشش رو میارین به اگه یه جوری دارین که یه جاش سفیده یه جاش آبی، اگه میخواین جای آبیشو بندازین که به جای سفیدش میچرخید. و حالا یادم مهم نیست اینجوری باشه، اگه دارید این شکلی به این صورت. خب پس این نوک این جای چاگوشو یا مربع رو میاریم به اون ور به این صورت. بعد نوک اینم میاریم همجوری میذاریم باشه، وا نمی‌کنید و دوباره یک نوک سه گوشه که سه گوش می‌بینید دیگه، سه گوش رو میاریم به بالا، میچرخونید، دوباره هم کار میکنید و انگور اینو وا میکنید این وسطش به این صورت و اینجوری خور میدین. یعنی وقتی اینجوریه، اینجوری وقتی که اینجوریه وسطش در میارین، خور میدین و یه چیزی این صورت در میارین. بعد کاری که میکنید اینه که این گوشه رو میارید به اینجا، همین کار رو پشتش هم انجام میدین به این صورت. و بعد که این کار کردین گوشه رو میارین به وسط و وقت درست میکنین مواظب باشین که همین رو با هم باشه. اگه یه ور سفید دارین، حالا اگه هم یه ور، چون که مثل این در میاد دیگه هم خوشگل نمیشه. هم کار این ور میکنید و این گوشه رو که میبینید اینجا دارید، همینو که اینجا گرفتین میانین به این ور که اینجاش این شکل به این صورت در بیاد. کار رو پشتش میکنید و الان میتونید به کاغذ کادوی چیزی بچسبونید. اگر نه انگشتون بزنید توش و انقدر اینجوری کنین یا توش فوت کنین، هر چی میخواین توش آب بریزین، هر کاری میخواین بکنید تا اینجوری در بیاد. یا مواظب باشین همیشه اینجوری باشه وگرنه موشکتون خیلی زشت میشه. بعد که این کار کردین شما دیگه تمومه. مرسی برام نگاه کردن. امید دیدار.